چند روز پیش توی تهران یه بچه 2 ساله به خاطر حسودی و نفرت و بیرحمی نامادریش متاسفانه فوت کرد. حالا دلیل این کار نامادریش به نظرتون چی بوده ها؟ میگه من نازا بودم، بچه دار نمی شدم، از این قضیه خیلی ناراحت بودم. این بچه 2 ساله با من و پدرش زندگی میکرد، از نگهداریش خسته شده بودم. آخه بیشرف، توی که از یه بچه 2 ساله نفرت گرفته بودی، اصلا چجوری میخواستی مادر چی؟ مادر بودن دل میخواد، تو اصلا لیاقت این کارو نداشتی. نه، خدا میدونست تو چه کثافتی هستی که مادرت نکرده. میگه به بچه 2 ساله متادون دادم و گرفت خوابید، دیگه هیچ وقتم بیدار نشد. توی تحقیقات پلیس و پزشک قانونی مشخص شد که این بیشرف چیکار کرده، وگرنه خودش تا الان اصلا گردن نگرفته. اسم این زن بیشرف هم شهناز، عکسی ازش ندارم، هر کی داره واسم بفرسته.